دگرول سب صفی سلام علیکم. سلام علیکم جلال رئیس جمهور. و علیکم السلام جناب دگرول سب. ما تلفن کردم که از زحماتتان از شامتتان در جنگای آخر شمال از شما و تمام لوای کماندو ابراز تشکر کنم. زنده و سلامت باشین جلال رئیس جمهور. انشالله ما هم در خدمت شما و ملت و مردم افغانستان هستیم. من فعلا هم در خط نخست هستم که در تمام پرسنلم و دمی شوای گذشته تقریبا 8-9 شب که دشمن اما قوی ترین زورای خود میزنند و خوشبختانه با کماندوها روبرو شده و هر بار که حمله میکنند با تلفات سنگین روبرو میشن و پس عقب زده میشه. و بر شما اطمینان میتونم انشالله و رحمان تا کماندوهایتان است، تا کماندوهای مردم افغانستان است، تا که قدر خون در وجود ما باشه انشالله از خط و از نوامیس ملی خود قهرمانه دفاع میکنیم و نیاز به هیچ چیز هم نیست که حالا ما نیازمندی و دفاع بگویم. سلام داریم، مهمات هم داریم، همت هم داریم، غیرت هم داریم و دوای ملت و از شما هم شما هست انشالله تا آخرین قدر کدشان می جنگیم. خداوند داشته باشیدن دگرول سب. دیدین که به احترام شما علیزه سب لوی درستی ساختیم. فرهنگ شما انشالله تعالی کل سر کماندو افتخار میکنند. سلامای مرا به همکارایتان همسنگرایتان برسانین و از حمایت کامل اطمینان داشته باشین جناب دگرول سب. زنده و سلامت باشین. بخیر باشین. سلام علیکم. خواهش میکنم. سامونول سب ایماق سلام علیکم. سلام علیکم جلال ما رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان و سر قماندانی علیه قایم مسئله سامونول خلای ما قسم افسر قماندانی امنیه هرات امر کنن سر. خواهش از ما تلفن کردم که از رشادت و قهرمانیتان در دفاع شهر هرات امرای همکارایتان از صمیم قلب از پیشتان تشکر کنم. سلامت و با عزت باشین جلال ما رئیس جمهور. نیروهای دفاعی و امنیتی در شهر هرات در ولایت هرات از قهرمانی، رشادت، پایمردی و از مورال عالی برخوردار هستند. از دولت جمهوری اسلامی افغانستان و از جمهوریت دفاع کردن. انشالله تا آخرین قطره خون دفاع خواهیم کرد. خداوند داشته باشیدان. انشالله تعالی باز زود خدمتتان خواهد رسیدم. با عزت باشین تا یک قطره خون که ما داریم انشالله از جمهوریت، از مردم و از شرف و ناموس افغانستان از ولایت هرات دفاع کردیم و دفاع میکنیم سر. سرتان افتخار میکنم. سلامای مرا به همسنگرایتان و همکارایتان برسانید. علیکم سلام. با عزت باشین. بخیر باشین. سلام علیکم. جناب اکبری صاحب سلام علیکم. جناب رئیس صاحب جمهور سر قماندان علیه قوای مسلح جمهوری اسلامی افغانستان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته صاحب. و علیکم السلام جناب اکبری صاحب. ما تلفن کردم که از شجاعت، پایمردی و رشادتتان در دفاع ولسوالی جاغوری که مهمترین ولسوالی ولایت غزنی است از نگاه نفوذ و اینا و همچنین همت که در حمایت از ولسوالی دیگه کردین از پیشتان تشکر کنم. جناب رئیس بزرگوار بسیار زیاد تشکر. واقعیت که زنگ دادین ما قلب ما روشن شد. بسیار زیاد تشکر. خانه آباد بخیر باشین صاحب. جناب رئیس محترم پیشتر شما یادآوری کردین که ولسوالی جاغوری، اما جناب رئیس جاغوری معادل یک ولایت است دیگه. انشالله و رحمان ما در مقابل یک دشمنی که در دشمن خاک دشمن وطن ما ایستادگی میکنیم و تا یک قطره خونی که در جان ما هست ما از جاغوری و از مردم جاغوری دفاع میکنیم. مردم جاغوری هم خوب حمایت کردن. خانه آباد جناب رئیس و خیر بین شما هم همکاری شما بوده. بسیار زیاد تشکر. ما خودم در هر مجلس و در هر جای مسلمای شما را برای مردم گفتیم. همیشه گفتیم که رئیس جمهور زحمت کشیدن و همیشه برای افغانستان تب و تلاش میکنه، ولی این که ما یک ذره غیرت و همت بکنیم که در مقابل دشمن تاثیر به ایستادگی بکنیم. این دشمن هیچ چیزی نیست و انشالله و رحمان که پیروزی از آن ماست. رئیس محترم انشالله تعالی ما جاغوری آمدیم. معلوم دار ارتباطات بسیار قدیم از دوران مکتب امر خانواده جاغوری داشتیم. سلامای گرم مرا به همه میرسانین. بازم از شما تشکر میکنم از همتتان. انشالله تعالی این موج سیاه را دفع خواهد کردیم و باز
پیشرفت جاغوری و کل دیگه باقی افغانستان انشالله تعالی جشن خواهد گرفتیم. بخیر باشین جناب اکبری صاحب. جناب حاجی صاحب سلام علیکم. وعلیکم سلام کماندان صاحب و جمهوری صاحب السلام علیکم. انا لله و انا الیه راجعون. جناب حاجی صاحب محترم تلفن میو که چې شهید شایسته گل شهادت در تا تسل وایم لمیلان نه لقهرمانی نه او لجمن نه دی ولسته مننه وکم زم خدمت کیم جناب حاجی صاحب که څه امر فرمایشو لري. خدا وبخښه موږ ته ټول تسلیت ورسېده زموږ نور ټول اوس هم زموږ زامن او دغه اوس هم په بنډار هغه کې لګېږي کې کندهار کې دي رمل کې دي کابل کې دي اوس هم لګې وو موږ د خپل وطن نه انشاءالله چې د آخري سرګۍ پورې دفاع کړو. تاسو له اوچت همت نه له ژمنې نه او له میړانې نه د زړه له کومې نه مننه کوم. زه تسل در کوم جنرال صاحب عبدالرحیمزی رئیس د دفتر د شورا د امنیت ملي دلته کېناستلی، پس له دې نه به ماسپښین بیرته تاسو سره وغږېږي که بیا څه مشخص فرمایشاتو دوی به یې ماته ورسوي. صحیح صاحب بلکل موږ ته ټول دغه اوسېده رئیس صاحب موږ ته ټول ستاسو دغه ورسېده بلکل او وطن نه دفاع په دغه کې د هر څه نه تېرې شوې. خدای مو ساته. بیا دوی ته جنتونه غواړم او تاسو ته لوی صبر غواړم. خدای مو ساته جناب حاجي صاحب.